رمز اصلی جهان اینه که اگر تو غمگین باشی، اگه ناراحت باشی، اگه ناامید باشی، اگه خشمگین باشی، اگه بترسی، استرس داشته باشی، اگر احساست بد باشه، اتفاقات بدی رو تجربه میکنی. ناخواسته ها وارد زندگیت میشن. اما اگر امیدوار باشی، از صبح که از خواب بیدار میشی با احساس خوب بیدار بشی، بی توجهی کنی به اتفاقات بد، به اخبار بد، به شرایط بد، بی توجهی کنی بهشون و توجهتو بذاری روی زیبایی ها، روی نعمت هایی که خداوند بهت داده، حال خودتو خوب نگه داری، بی دلیل بخندی، حال خودتو خوب نگه داری، لاجرم اتفاقات مثبت وارد زندگی میشه. این قانون دوستان.